دوستان عزیز، اختلاف این واژه نه همیشه معنای منفی دارد. معنای آن گوناگون نظری است که این یک چیز طبیعی و معمولی در دین است، در همه علوم اصلا، همچنین در علم فقه، در علم احکام، در آن مسئله هایی که مسئله های جزئی نام دارند، مسئله های فرعی شریعت محسوبند، گوناگون نظر بودن مردم، عالمان و مجتهدان یک چیز معمولی و طبیعی، باید با آسانی آن را پذیرفت، باید به نیکی آن را هضم کرد. حتی در بعضی مسئله های اعتقادی که از فرعیات مسئله های اعتقاد محسوبند، صحابگان گوناگون نظر بودند. مادرمون عایشه مثلا میگفتند پیامبر صلی الله علیه و سلم شب معراج خداوند را ندیده است، اما حضرت ابن عباس و جمهور صحابگان به این نظر بودند که خداوند را دیده بود و هیچ یک جانب دیگر را بدعتکار و بر خطا و بر گمراهی محکوم نمی‌کرد که این مسئله اعتقادی است. اصلا کجا رسد به مسئله های فقهی و فرعی که این گوناگون نظری یک چیز طبیعی و خاصیت این فقه است و رحمت و نیکی برای این امت است. بیایید اینجا به یک مثال واقعی که در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم رخ داد و گوناگون نظری صورت گرفت ببینیم که صحابگان پیامبر صلی الله علیه و سلم در زمان ایشان، در حضور ایشان گوناگون نظر شدند و ببینیم که خود پیامبر صلی الله علیه و سلم چه برخورد کردند. امام بخاری و امام مسلم روایت میکنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم زمانی که از نبرد خندق برگشتند و جبرائیل امین آمد و به سوی بنی قریظه سفارش داد که رهسپار شوند، فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم به یارانشان خطاب کرده گفتند لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظه، هیچ یکی از شما نماز عصرش را نگذارد مگر در بنی قریظه، مگر در محله آنان. این یک سفارشی صریح و آشکار و به اسلوب حصر و قصر است، به اسلوب تأکید. هرگز کسی نمازش را نگذارد، نماز عصرش را، مگر در بنی قریظه. در اینجا صحابگان به دو گروه تقسیم شدند. عده گفتند پیامبر صلی الله علیه و سلم مادام چنین فرموده باید نماز عصر را در بنی قریظه گذاریم. اما عده چون وقت میگذشت در نیمی راه نماز عصرشان را خواندند. گفتند مقصد پیامبر صلی الله علیه و سلم این نیست که حتما همین نماز ما در آن زمین ادا گردد، بلکه مقصد پیامبر صلی الله علیه و سلم به شتاب رفتن، دیر نکردن، سری وقت رسیدن در بنی قریظه است که ما نماز عصر را میخوانیم و به شتاب میرویم و مقصد حاصل میگردد. یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم اینجا به دو گروه تقسیم شدند. عده نماز عصرشان را در بنی قریظه گذاریدند و عده دیگر در راه گذاریده بعد رفتند. خب اختلاف صورت گرفت، گوناگون نظری، گوناگون اندیشی، هر یک گروه اجتهاد خودش را داشت. یکی به ظاهر حدیث نگریست، یکی به مقصد حدیث نگریست. در ادامه حدیث آمده فذکر ذلك للنبی صلی الله علیه و سلم فلم یعنف واحدا منهم. ببینیم که رسول خدا صلی الله علیه و سلم به این پدیده یعنی گوناگون نظری در مسائل اجتهادی دین چه برخورد کردند. میگوید راوی این قصه را به پیامبر صلی الله علیه و سلم نقل کردند که یاران شما چنین کردند، عده چنین کردند و عده چنان. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فلم یعنف واحدا منهم، هیچ یک از این دو گروه را ملامت نکردند، بد نگفتند، ناجایز نگفتند. هر دو گروه کاری درست کردید گفتند. سکوت پیامبر صلی الله علیه و سلم تقریر از شریعت است، یعنی هر دو این گروه کار جایزی شرعی را کردند. شاید کسانی که در این عصر تحملی شنیدن نظر دیگر را ندارد، اگر در آن زمان شاهد این حال می بود و می دید که بعضی صحابگان ظاهرا برخلاف حدیث نمازشان را در نیمی راه گذاریده ایستادند، حتما محکوم میکرد، میگفت اینها برخلاف حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله عمل کرده ایستادند، در حالی که هر دو به حدیث عمل کردند، یکی به ظاهر حدیث، یکی به مقصد حدیث، و هیچ ملامت هم نشدند و از جانب پیامبر صلی الله علیه و آله هیچ ملامتی هم نشنیدند. از بس که گوناگون نظری در دین یک امر معمولی و یک کاری طبیعی است، دوستان عزیز، فقیهان بزرگوار اسلام، امامان دین یک قاعده بزرگ و مهم مقرر نمودند. میگن لا انکار فی المختلف فیه، به تعبیر دیگر لا انکار فی المسائل الاجتهادیه. در مسئله هایی که گوناگون نظری صورت گرفته، یک جانب نباید به جانب دیگر اعتراض کند، انکار نماید، او را ناجایز شمارد،
آنگونه که جانب گمان میکند که رأیش صحیح است، رأیش بهتر است، عیناً جانب دیگر همین اندیشه را دارد. رأی که او انتخاب کرده در نظرش صحیح و بهتر است. هیچ کسی حق ندارد جانب دیگر را محکوم نماید. و فقیهان اسلام میگویند هر کسی من رام رفع الخلاف فی المسائل الفرعیه فقط طلب محالا، هر کسی خواهد گوناگون نظری را از میان مردم بردارد، از بین برد، فقط طلب محالا، یک کاری مستحیل را آرزو کرده که امکان ندارد. گوناگون نظری در مسئله های فقهی و فرعی دوستان عزیز اصلا لطف و رحمت خداوند و مایه آسانی بر این امت اسلام است که امامان زیاد اختلاف را رحمت و لطف خداوند گفتند. مثلا امام بزرگوار فقه و حدیث امام ابن عبدالبر در کتاب نفیس خود جامع بیان العلم و فضله سخن حضرت عمر ابن عبدالعزیز پنجمین خلیفه راشد را آورده که ایشان میگفتند ما احب ان اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم لم يختلفوا لانه لو كان قولا واحدا كان الناس في ضيق وانهم ائمه يهتدى بهم فلو اخذ رجل بقول احدهم كان في سعه. یعنی گفتند من دوست نمی‌دارم که یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم اختلاف نمی‌کردند. یعنی چه خوب شد که اختلاف کردند، چه خوب که گوناگون نظر بودند. چون که اگر در مسئله یک قول می بود کان الناس فی ضیق، مردم در مشقت و دشواری می افتاد. حتما باید گندم پرداخت کنیم، مثلا در جای گندم نباشد خرما نباشد چی، مثلا در صورت مسئله صدقه فطر. یعنی در هر مسئله اختلافی این گونه گفته می شود. مایه رحمت و مایه آسانی برای این امت است. اگر در هر مسئله یک قول می بود کان الناس فی ضیق و انهم ائمه یهتدی بهم، آنان امامانی هستند هر یکی که به آنان اقتدا کرده می شود. فلو اخذ رجل بقول احدهم كان في سعه، هر شخصی به قول یکی از آنان عمل کند کان فی سعه، یعنی جایز است، کار خوبی کرده. نفری به فتوای عبدالله بن عباس عمل میکند، نفری به فتوای عبدالله بن عمر، سومی به فتوای عبدالله بن مسعود. امامان دین نیز همین کار را کردند، از قولهای گوناگونی یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم استنباط مسئله کردند و یک قاعده های عمومی در دین پایه‌گذاری نمودند. اختلاف و گوناگون نظری دوستان عزیز در مسئله های فرعی شریعت این چیزی بد نیست، کار زشت نیست، بلکه این آسانی و رحمت است برای این امت. فقیهان بزرگواری ببینیم که به این پدیده چگونه نظر می‌کردند. مثلا شیخ الاسلام ابن تیمیه در مجموع الفتاوی نقل آورده که صنف رجل کتابا فی الاختلاف فقال احمد لا تسميه کتاب الاختلاف ولكن سميه کتاب سعه. نفر کتاب جمع آوری کرد که در آن مسئله های اختلافی عالمان بود، نظرهای گوناگون فقیهان را در کتاب گرد آورد و کتاب را کتاب الاختلاف نام کرد. اما امام احمد حنبل به آن مرد گفت سمیه کتاب السعه، این را کتاب آسانی نام گذار. اختلاف یعنی آسانی است. هر یکی در شرایط معینی که روبرو شود یکی از این قولها را میتواند گیرد و عمل کند و این شریعت باشد برایش. شیخ الاسلام در ادامه سخنش میگوید ولهذا كان بعض العلماء يقول اجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة. بعضی عالمان گفتن، میگه شیخ الاسلام، که اجماع امت حجت قاطع است و اختلاف این امت رحمت وسیع است که همه را میگنجاند، برای همه خوب است و برای همه لازمی است. صاحب این گفته که شیخ الاسلام میگوید بعضی علما چنین گفتن امام ابن قدامه مقدسی است. امام ابن قدامه مقدسی حنبلی نیز در آخر رساله خود لمعة الاعتقاد، هنگامی که درباره مذاهب چهارگانه اسلام سخن میگوید عیناً همین سخن را میگوید. اجماعهم حجة قاطعة و اختلافهم رحمة واسعة. امام ابو نعیم اصفهانی و اینچنین امام ابن سعد در طبقات آورده که هنگام ابو جعفر منصور به امام مالک میگوید به من اجازت ده این موطئ شما را نسخه برداری کنیم و به همه شهرهای اسلامی بفرستیم و همه به همین کتاب عمل کند، به قول دیگر عمل نکند. تا پیشنهاد میکند به امام مالک امرهم ان يعملوا بما فيها ولا يتعدونه الى غيره. ابو جعفر منصور پیشنهاد کرد به امام مالک، امام دارالهجره، امامی از امامان چهارگانه، من امر صادر نمایم، فرمان صادر نمایم که همه مسلمانان به این کتاب عمل کنند. و ببینیم که اینجا دوستان عزیز این امام بزرگواری
دین، امام از امامان چهارگانه، امام مالک ابن انس، چه با حکمت جواب به پیشنهاد این خلیفه کردن. گفتن نه، این کار را نکن. به مردم به هر منطقه احادیث رسیده و اجتهادات دارند و هر یکی به آنچه که برایشان معمول است عمل کرده ایستادند. تو این کار را مکن. این از حکمت نیست که مردم را از آن قولی که برای خود پذیرفته اند، از فلان حدیث، از روایت فلان صحابی، برای آنان شکل معینی عبادت مثلا به آنان رسیده است، ما آنان را به قول دیگری اجبار نماییم. این از حکمت نیست. این کار را نکن. این از فقه درست، این از حکمت در دین، این از دعوت درست مردم به سوی اسلام و به سوی شریعت. مادام یک منطقه و یک ملت به یک رأی عمل میکند که آن رأی معتبر است، امامان زیادی در اسلام، فقیهان، مجتهدان، صحابگان، تابعیان به آن نظر بودند، بگذار آن مردم به همان شکل، به همان طرز خدا را عبادت کند. حاجت نیست فقه جدید یا قول تازه‌ای که مردم عوام تحمل آن را ندارد، اگر اون قول جدید را فهمد فکر میکند آنچه که در منطقه آنان معمول بود غلط بوده و باعث اضطراب میان عامه مردم میگردد. نباید چنین کرده شود. باید از حکمت مالکی اینجا درس گرفته شود. گذار گفت همه مردم به آنچه که در آنها هست به همان عمل کنند. و اقوال فقهی دوستان عزیز که در هر مذهبی هست اقوال پابرجا و استواری است که امامان بزرگوار دین بعد آنه که 60 سال و 70 سال عمر خود را صرف فهم آیت و احادیث کردن، این مذهب یعنی خلاصه گفته های چنین امامان مجتهد است که گمان به آنان که غلط باشد از پیش خود گفته باشند، این کمال بیخیردی است، کمال نافهمی در دین است. اینجا جا دارد سخن امام ابن حزم اندلسی را شنویم که عباره خیلی نفیس دارد در این مورد و جا دارد شنیده شود، جا دارد همچون قاعده شخص آن را پیش نظر گیرد. امام میگوید و جمیع ما استنبطه المجتهدون معدود من الشریعه و من انکر ذلك فقد نسب الائمه الى الخطأ وانهم يشرعون ما لم يأذن به الله وذلك ضلال من قائله عن الطریق. امام ابن حزم میگوید همه آن مسئله هایی که مجتهدان آن را استنباط کرده اند، از آیات و احادیث استنباط کرده مسئله برآورده اند، معدود من الشریعت، از شریعت محسوب است. استنباط مجتهدان یعنی اقوال امامان دین، یعنی همین مذاهب چهارگانه، حتی اقوال بیرون از چهار مذهب، مادام مجتهدی معتبر باشد و اوصاف ضروری بر هر مجتهد که شرطهای معین مشخص دارد، آن شرطها را، آن اوصاف را داشته باشد، قول او معتبر است.